سلام علیکم برادران و خواهران عزیز. پیش از خواندن تلاوت کردن قرآن کریم و شما توصیه میدم در کانال آبونه شوید، سبسکرایب کنید، زنگوله رو پخش نمید و لایک رو زیر کنید. انشالله وعده میدیم که برنامه خوب کرده برای شما پیشنهاد میکنیم. سوره قریش. به نام خدای بخشاینده مهربان. برای ائتلاف پیوستن قریش، ائتلافشان در سفری زمستانی و تابستانی، پس باید پروردگار این خانه را بپرستید، آن که به هنگام گرسنگی طعامشان داده و به بیم در امانشان داشت. به نام خدای بخشاینده مهربان. سوره ماعون. آیا آن را که روزی خدا را دروغ می شمردند دیدی؟ یا همان کسی است که یتیم و اهانت خالی می رساند و مردم را به طعام دادند و به نوا نمی آورد. پس وای بر آن نمازگزارانی که در نماز خود سهو انگارند، آنان که روی میکنند و از دادن زکات دریغ میورزند. به نام خدای بخشاینده مهربان. سوره کوثر. ما کوثر را به تو عطا کردیم، پس برای پروردگار نماز بخوان و قربانی کن که بدخواه تو خود ابتر است. سوره خزمه. عیبجو. به نام خدای بخشاینده مهربان. وای بر هر غیبت کننده عیبجوی، آن که مال گرد کرد و حساب آن نگاه داشت، میپندارد که داراییش جاویدانش گراند. نه چنین است که او را به همت و اندازند. و تو چی دانی که حطمه چیست؟ آتش افروخته خداست که بر دلها غلبه می آید و از هر سو در میانشان گرفته است، در شعله های برافراشته. به نام خدای بخشاینده مهربان. سوره فیل. آیا ندیده که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ آیا مکرشان باطل نساخت و بر سری آنها پرندگان فوج فرستاد تا آنها را به سجیل سنگباران کرد و آنان را چون کاهی پسمانده در آخر ساخت. برادران و خواهران، هر یک سخن قرآن کریم این حق می باشد برادران. یعنی قرآن کریم ما همه باید تلاوت کنیم. این ما برادران ترجمه قرآن کریم برای شما پیشنهاد میدیم، پس بر شما توصیه میدیم در کانال آبونه شوید. انشالله ما شما رو یعنی نامه نمیسازیم. باقی در پناه خدا باشید. ویدیوهای نو را انتظار باشید. در کانال سبسکرایب کنید. همه را در پناه